बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने मौजू के तसलसल की अगली कड़ी आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और आप इस बात पर भी बेशक हैरान हो रहे होंगे कि आज उर्दू ज़ुबान में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक दोस्त की ख्वाहिश थी और कमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ था कि आप उर्दू में बात किया करें। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमें पंजाबी भी सानू आती है और उर्दू भी आती है और फ़ारसी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। اشتباه اونها این است که ملت ایران را نشناختن. اشتباه اونها این است که عامل ایمان و همبستگی در میان ملت ما را نشناختند. اشتباه اونها این است که از خطاهای گذشتهشون درس نگرفتن. لذا امیدوارن بتوانند با تحریم و فشار و امثال اینها این ملت رو به زانو در بیارن. البته
از دولت آمریکا جوری حرف میزنن مثل اینکه او صاحب اختیار همه کشورهاست. ما نمیتونیم بذاریم این کار انجام بگیره، ما نمیتونیم بذاریم این شخص باشه یا نباشه. درباره منطقه ما جوری حرف میزنن که کنه مالک این منطقه. درباره رژیم صهیونیستی جوری حرف میزنن که گویا ملت‌های این منطقه ناگزیرند که این رژیم تحمیلی و جعلی رو بپذیرن. با ملت‌های مستقل، با دولت‌های مستقل جوری برخورد میکنن که گویی حق حیات اونها ندارن. این خود برتربینی خود رو دارای جایگاه ویژه‌ای در مجموعه اولاد آدم، مجموعه ملت‌ها، مجموعه انسان‌ها دانستن. این اس اساس و بزرگترین مشکل استکباره. نتیجه این می شود که خصوصیت دیگری برای استکبار، شاخص دیگری برای استکبار به دست میاد و اون حق ناپذیری است. نه حرف حق رو میپذیرن، نه حق ملت ها رو میپذیرن، حق ناپذیر مطلق. در مباحثات جهانی بسیار اتفاق میفته، یک حرف حقی زده می شود، آمریکا به دلیلی نمیپذیره، با انواع شیوه ها حرف حق رو رد میکنن، زیر بار حق نمیرن.